امروز که واروخ ما یک پاره خاک وطن تاجیکستان عزیز است. جوانان ما امروز آماده هستند که هم خدمت دولت، هم خدمت اهل عائله، هم خدمت محل خودشان سربلندانه اجرا کنند. امروز معلوم است که قسم‌های حربی ما به همه شرایط‌های خدمت مهیا، جای خواب، خورد و خوراک، سر و لباس، تربیت، تعلیم، در اینجا هیچ یگان کمبودی وجود ندارد. جوان پسران واروخ دلیر و شجاع هستند که امروز حس کردند که به خدمت حربی روند، مرز بوم حمایت کنند، جسورانه حمایت کنند، نسبت مرز ما بی‌طرف نباشند. برای همین همه طرفه در جماعت دیهاتی ما آمادگی، من باوری دارم آمادگی کلی وجود دارد و باوری دارم که نقشه دعوت از طرف ساکنان جماعت واروخ سربلندانه اجرا می شود و فرزندان ما با یک حسی بلندی وطن دوستی، وطن پرستی به خدمت حربی رفته با سری بلند باز صحت و سلامت به خاندانشان برمیگردند. واقعه هایی که در افغانستان همسایه ما گذشت، همین چیز ما وادار میکند که نسبت تقدیر وطن، نسبت تقدیر دیه، نسبت تقدیر خاندان ما بی‌طرف نباشیم. این چیز برای ما یک درس عبره. وطن ما دوست داریم، از هر وقت زیادتر دوست داریم. از هر وقت زیادتر ما به حمایت این وطن، این مرز بوم ما باید ما تیار باشیم. خدمت حربی این مکتب مردانگی است. نقشی خدمت حربی به حیات جوانان ما بسیار تاثیرگذار است. جوانها بعد از خدمت حربی آنها جسور میشوند، سالم میشوند و نهایت راه زندگیشون سربلندانه پیدا میکنند.